شوهرمو پیچوندم و با 2 مرد غریبه رفتم ویلا و کاری با هم کردن که شوهر داشتم که وارد این بازی کثیف شدم. نمیخوام نصیحت کنم، اما این سرنوشت و بلایی هست که خودم سر خودم آوردم. فقط تاوان خوشگذرونی و لاس زدن و دلبری کردن برای مردای غریبه و وقت گذروندن با یه مرد غریبه که باعث شد زندگیم نابود شه. به جای اینکه کنار همسرم باشم، همسری که صبح تا شب سر کاره، همسری که عاشقم بود و منو دوست داشت. منم پا به پای شوهرم سر کار میرفتم و برای بهبود کیفیت زندگیمون تلاش میکردم، اما تحت تاثیر دوستا و رفیقایی که یا مجرد بودن یا اینکه متأهل بودن و 100 تا دوست پسر داشتن و برای من تعریف میکردن، یا اینکه دوست پسراشون چه پولایی براشون خرج میکنه قرار گرفته بودم و وارد این راه کثیف و بی بازگشت شدم. به واسطه شغلم با دخترها و خانمهای زیادی برخورد داشتم. گاهی توی سالن آرایشی پای حرفاشون می نشستم و حسرت می خوردم که من سر کارم و دارم به اونا میرسم و اونا دارن به خودشون میرسن تا برن سر قرار. تلفنشون که 24 ساعت زنگ میخورد و شوهر من سر کار و یه زنگم به من نمیزنه. یه دختر پشت تلفن داره ناز میاد و پسرم داره نازشو میکشه، براش کادو میخره، با هم دیگه بیرون میرن سر قرار و کلی هیجان دارن. خلاصه که منم دلم میخواست یه کمی خوش باشم و خوش بگذرونم. واسه همین به پیشنهاد چند تا از همکارام که خودشون خط جدا داشتن و خانواده هاشون خبر نداشت، یه گوشی و خط مخفی از خانواده و شوهرم تهیه کردم. اولش میترسیدم که لو برم، اما بعد از یه مدت با آیدی فیک و اکانت فیک و شماره هایی که اصلا کسی ازشون خبر نداشت وارد فضای مجازی و گروه های مختلف شدم. اونجا برای خودم میچرخیدم و وقت میگذروندم و واسه اینکه شوهرم متوجه نشه گوشی رو با خودم خونه نمی بردم تا یه وقت متوجه نشه. تمام روز سرم توی گوشی جدید بود و نمیدونستم دارم دستی خودم رو توی چی آتیشی میندازم. دیگه برام جذاب و خوشایند بود اینکه مردای غریبه بیان و برام زبون بریزن و اینکه بخوان مخمو بزنن و بگن وای تو مثلا 40 سالته، اصلا بهت نمیاد، خیلی جوان موندی. این حرفا باعث میشد قند توی دلم آب شه. اینکه بگن چقدر جذابی، کاش مال من بودی، یا اینکه بگن خوش به حال اونی که شبا کنارت میخوابه. منم کلاس براشون بذارم و جوابشون رو ندم. معتاد این چیزا شده بودم و هر روز توی این چیزا بیشتر فرو میرفتم و تا اینکه توی اتفاق ساده و با گذاشتن یک کامنت با یه مرد غریبه آشنا شدم. اولش چت کردن معمولی بود، اما کم کم ابراز علاقه و تعریف و تمجید و درد و دل کردن و حرفای اون باعث شد بهش وابسته بشم. هر روز باش در تماس باشم و حتی می اومدم خونه فکرم پیش اون بود. حتی خوشحال بودم از اینکه یه رابطه یواشکی، از اینکه دوست پسر دارم، از اینکه یک روز مثل بقیه گوشی دستم و در حال چت کردنم. به آخر ماجرا اینکه داره چه اتفاقی میفته اصلا فکر نمی کردم. اون موقع خوش بودم که بعد از ارتباط پیامکی، چت و تلفن و این چیزا پیشنهاد داد که بیا شهر ما و همدیگر رو از نزدیک ببینیم. خیلی ممنون از همراهی شما. ممنون میشم دوستای عزیز که ما رو لایک میکنید. من احمق اصلا عقلم قد نمیداد که بگم تو بیا، یا اینکه اصلا چرا بهش نگفتم نه. با یکی از دوستام که باهاش صحبت میکردم و مشورت میگرفتم، به جای اینکه بگه نرو خطرناکه، اصلا مگه تو باید بری، اون باید بیاد اینجا، به جای اینکه اصلا کار درست رو به من بگه که من انجام بدم یا منو من کنه، بگه تو شوهر داری، آخه زشت نیست برای تو، بگه این کار تو خیانت و تاوان سنگینی داره. یه دفعه بهم گفت چرا میترسی؟ برو خوش بگذرون، مگه قراره چه اتفاقی بیفته؟ میری طرف و میبینی و یه دوری میزنی و برمیگردی. اصلا میدونی چیه؟ خودم هم باهات میام، کلی کیف میده. من میترسیدم شوهرم متوجه نبودن من توی کرج بشه،
اما اون میگفت از کجا میخواد بفهمه؟ هر موقع زنگ زد جوابشو بده، بگو مشتری دارم. حالا اصلا مگه شوهرت چقدر بهت زنگ میزنه؟ منم قبول کردم و قرار شد دوتایی با هم صبح زود وارد اون شهر بشیم. به همسرم گفته بودم از صبح زود مشتری دارم و از خونه زدم بیرون. بهش گفته بودم کارام زیاده. گفتم ممکنه تا آخر شب توی سالن بمونم و واسه اینکه فکر میکردم ممکنه تا آخر شب بیرون باشم. همراه دوستم راهی شهر مورد نظر شدیم. مردی که باش قرار داشتم میدونست من با یکی از دوستای مجردم دارم میام سر قرار. واسه همین اونم یکی از دوستای خودشو برداشته بود و آورده بود. از لحظه‌ای که رسیدیم توی ذوقم خورد. از رفتاراش اصلا خوشم نمیومد. از شخصیتش، از ظاهر و تیپش، اصلا چیزش خوشم نیومد. یه چند ساعتی توی شهر چرخیدیم و بعد ناهار خوردیم و بعد از ناهار اومدیم برگردیم کرج که به اصرار اونا که شما خسته راهید و خطرناکه. بریم خونه یا ویلای ما یه استراحتی کنیم، بعدم راهی خونه بشیم. با اونا به یه خونه رفتیم و راهی یک ویلای لوکس و باصفا شدیم که هر چقدر از زیباییش بگم کم گفتم. راستش از بگو و بخند و رفتارای اونا خوشم نمی اومد و فقط میخواستم که برگردم. همش با خودم میگفتم به محض اینکه از اون مرد جدا بشم و پام برسه به کرج شمارش رو بلاک میکنم. دیگه باهاش تماس نمیگیرم. آخه از اون چیزی که توی تصورم بود زمین تا آسمون فرق داشت. بعد از چند ساعت بگو بخند و خوشگذرونی زمان برگشت به کرج رسیده بود. اما موقع رفتن جلوی ما رو گرفت که نمیتونید همینجوری برید، باید با من باشید. مگه برای همین اصلا نیومده بودی؟ پس برای چی این همه راه رو اومدی اینجا؟ از من این کار و مخالفت، از اون اصرار. حسابی ترسیده بودم و دعوامون شد. آخر سرم در روی ما قفل کردن و دعوای ما شدیدتر شد. دست و پای دوستم رو گرفتن و بردن تو اتاق جداگونه انداختن و منو که یه زن متأهل بودم و بردن به یه اتاق دیگه و به جونم افتادن. نه تنها خودش بلکه دوستشم به زور با من رابطه برقرار کرد. بعد از چندین ساعت تونستیم از اون خونه بزنیم بیرون. خیلی ممنون دوستان عزیز که با لایک و سابسکرایبتون به ما انگیزه میدین. من و دوستم هر دو حالمون بد بود. نمیدونم چجوری توی اون چند ساعت چی به ما گذشت تا رسیدیم. تا چند روز فقط گریه میکردم و حالم بد بود. عذاب روحی و شکست بدی به هم وارد شده بود. این تجاوز باعث شده بود از خواب و خوراک و کار بیفتم و فقط توی اتاقم گریه کنم. 2-3 ماهی تحت فشار روحی بودم تا بالاخره نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و باید خودم رو خالی میکردم. عذاب وجدان داشت نابودم میکرد. روحم زخمی بود. هر شب کابوس میدیدم. بالاخره جلوی شوهرم نشستم و با التماس که منو ببخشه و کمک کنه تا حالم خوب بشه همه چیزو براش تعریف کردم. شوهرم باور نمیکرد. اون شب اینقدر عصبی شد که نذاش حرفام تموم شد، با کلی دعوا و کتک منو از خونه پرت کرد بیرون. حتی حاضر نبود حرفای منو بشنوه. میگفت برو تا دستم به خونت آلوده نشده. از اینجا برو. نصف شب راهی خونه پدر و مادرم شدم. فقط گریه میکردم. بعد از چند روز خونه پدرم موندن و بی آبرویی و رسوایی و فاش شدن، حالا پدر و مادرم منو لعنت میکردن و نفرینم میکردن و حتی از دست اونا هم کتک خوردم. شوهرم میگفت فقط طلاق. منم به پاش افتاده بودم و التماس میکردم تا منو ببخش و یه فرصت دیگه به من بده تا برگردم سر زندگی. اما اون قبول نمیکرد. ماها توی دادگاه رفتم و بلکه دل همسرمو به دست بیارم. پشیمون بودم. اگر از اون مرد میپرسید، اون مرد همه چیزش فیک بود. نه شماره، نه ایمیل و حتی همون ویلای لوکس هم ساعتی اجاره کرده بود و برای چند ساعتی منو برده بود اونجا. خودم دستی زندگیمو نابود کردم. پیدا کردن اون مرد هم دردی از من دوا نمی‌کرد. من زندگی قبلی خودمو میخواستم. اون خونه قشنگم. اون چیزایی که خودم داشتم و میخواستم. اون زندگی که قدرشو ندونسته بودم. هنوز دنبال برگشت به شوهرم هستم. اما حاضر نیست حتی به حرفام گوش بده.
که حقم داره. نتیجه هوس و خوشگذرونی برای من فقط رسوایی و از هم پاشیده شدن زندگی زناشویی بود. درسته که اون مرد هم دستگیر شد، اما هیچ فرقی برای من نداشت. حتی حاضر نبودم شکایتم رو پیگیری کنم، چون خودم از همه مقصرتر بودم. خیلی ممنون دوستان عزیز که تا پایان داستان با من همراه بودید. منتظر داستان‌های جذاب و پرفراز و نشیب بعدی ما باشید. برای اینکه از داستان‌ها مطلع بشید لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله بالای صفحه رو فشار بدید.